نحوه اتصال کیف پول برای برداشت توکن اکس امپایر رو تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم. وارد ربات میشه، توی بخش ایردراپ میایید پایین روی گزینه آن چین ایردراپ کلیک میکنید و اینجا روی گزینه کانکت والت کلیک میکنید. کیف پولی که میخواید توکن رو بهش منتقل کنید رو انتخاب میکنید. من اینجا از تونکیپر استفاده میکنم، تونکیپر رو انتخاب میکنم و روی کانکت میزنم تا کیف پولم به ربات متصل بشه. برمیگردم به ربات و این پایین می نویسه که کیف پول به ربات متصل شده و روش برداشت رو انتخاب کردید. دیگه باید صبر کنید تا 3 آبان همزمان با لیست شدن توکن ما میتونیم توکنامون رو از این قسمت کلیم کنیم. بعد چیزی که نوشته گفته که برای برداشت توکن هامون حداقل 0.1 تن ما نیاز داریم و باید ارز تن داخل کیف پولمون داشته باشیم. اگه میخواید به صورت رایگان ارز تن دریافت کنی، یه روش هست که الان فعال و میتونی ارز تن رایگان به دست بیاری. کافیه